سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع فرمولای تریگونومتری کنجهای دوچنده رو می‌آموزیم. ما همراه شما اگر سینوسی دو الفا، کوسینوسی دو الفا و تانگنسی دو الفا رو بینیم، پس این گونه ifade ها یا این گونه فунکسیون تریگونومتری رو فунکسیون تریگونومتری کنجشان دوچنده می‌نامیم که این گونه ifade ها رو با واسطه کنج الفا ifade کردن ممکن است. برای ifade کردن این کنج های دوچنده سه فرموله ها رو می نویسیم و بعضی از آنها رو اثبات میکنیم. فرمول یکم، هنگامی کوسینوس دو الفا رو به آرگومنت الفا تبدیل دادن نوشتن ممکن است کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا که این رو فرمول یکمی تریگونومتری آرگومنتشون دوچنده مینامند برای کوسینوسی الفا. دویم فرموله باشد سینوسی دو الفا رو ما میتوانیم با واسطه الفا نیز ifade کنیم، یعنی دو سینوسی الفا ضرب کوسینوسی الفا نوشتن ممکن است. طرف چپ به طرف راست و طرف راست به طرف چپ عیناً برابر است. فرمول سوم باشد تانگنسی دو الفا با ما برابر است به دو تانگنس الفا تقسیم یک مینوس تانگنس کوادرات الفا که همه این فرمولا رو فرمولای تریگونومتری کنجهای دوچنده مینامند که با واسطه الفا آنها رو ما ifade نمودیم. بیایید خوانندگان عزیز یکی از این فرمولا رو همراه اثبات میکنیم. فرض میکنیم فرمول یک رو اثبات میکنیم. اثبات با ما طلب کرده می شود که کوسینوس دو الفا برابر است با کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا رو باید اثبات کنیم. برای اثبات این فرموله ما همچون موضوع گذشته سوم و فرق کوسینوس ها رو میدونیم، بنابر همین کوسینوس دو الفا رو موافق سوم کنج ها میکشویم، یعنی کوسینوس دو الفا برابر است با کوسینوس الفا جمع الفا و موافق فرموله سوم کنج های کوسینوس نوشتن ممکن است کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا ضرب سینوس الفا، یعنی کوسینوس الفا رو با کوسینوس الفا هنگامی ضرب کردن و ما کوسینوس کوادرات الفا حاصل می شود، مینوس سینوس الفا رو با سینوس الفا ضرب نمودن سینوس کوادرات الفا حاصل می شود که این اثبات فرمول یکم به حساب می رود. اکنون این فرمول آرگومنت دوچنده رو فهمیده ایستاده ما بعضی از مثال ها رو دیده می بریم که برای حل این گونه مثال ها فرمول های زیرین نیز استفاده برده می شود. مثال یکم طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود، یعنی سینوس دو الفا تقسیم کوسینوس الفا. برای اون که این ifade رو ساده کنیم پیش از همه در صورت میبینیم که در صورت سینوس دو الفا جای دارد، یعنی به جای سینوس دو الفا ما دو سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا رو گذاشته ساده میکنیم، یعنی دو سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا به ما پیدا می شود. از اینجا کوسینوس الفا اختصار شده دو سینوس الفا باقی میماند که نتیجه آخرانی این مثال به حساب می رود. بیایید مثال دوم رو میبینیم، یعنی کوسینوس دو الفا تقسیم کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا طلب کرده می شود که ifade زیرین نیز تبدیل داده شود، یعنی برای تبدیل دادن این ifade با جای کوسینوس دو الفا ما گذاشته میتونیم کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا، یعنی کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا برابر. خیلی که از اینجا معلوم است موافق فرمول ضرب مختصر کوسینوس کوادرات الفا رو مینوس سینوس کوادرات الفا رو به دو ضرب کننده ساده جدا میکنیم، یعنی کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا در داخل یک قوس ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس الفا در قوس دیگر تقسیم کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا. در نتیجه پیدا میکنیم هنگام اختصار کردن دو ifade های یخیله با ما باقی میموند کوسینوس الفا جمع سینوس الفا که این
افاده انهنمین به حساب می رود. بیایید مثال سیوم را نیز میبینیم. طلب کرده می شود که افاده زیرین ساده کرده شود. 2 کوسینوسی 2 الفا تقسیم سینوسی 4 الفا. و ما طلب کرده می شود که افاده زیرین رو ما باید ساده کنیم. برای ساده کردن افاده داده شده پیش از همه میبینیم که در اینجا کوسینوسی 2 الفا یعنی که دوچند در مخرج کسر باشد سینوسی 4 الفا موجود است. یعنی با واسطه فرموله دوم یعنی ما میتونیم 4 الفا رو با واسطه دوچندش عوض نماییم. یعنی 2 کوسینوسی 2 الفا نوشتن ممکن است تقسیم سینوسی 4 الفا رو به نمود 2 ضرب 2 الفا می نویسیم و در نتیجه 2 کوسینوسی 2 الفا تقسیم 2 سینوسی 2 الفا ضرب کوسینوسی 2 الفا حاصل کردن ممکن است. یعنی هنگام اختصار کردن کوسینوس الفا و 2 با ما میماند 1 تقسیم سینوسی 2 الفا که این نتیجه آخرانی این مثال به حساب می رود. خوانندگان عزیز اکنون همراه شما مثال دوم را دیده می براییم. در مثال دوم چنین آمده است: سینوس 2 الفا را حساب کرده شود اگر سینوس الفا برابر مینوس 0.6 باشد که کنج الفا در چارک پی یعنی که از 180 تا 270 گرادوس تعلق دارد. در چارک سیوم ما باید سینوس 2 الفا را حساب کنیم. می نویسیم که از 180 تا 270 گرادوس این چارک سیوم می باشد. سیوم چارک. در چارک سیوم باید سینوس کنج 2 الفا حساب کرده شود. یعنی حل میکنیم. باشد بایم همین طور. کوسینوس 2 الفا را یابید اگر کوسینوس الفا برابر 0.3 باشد. در اینجا چارک گفته نشده است. ما آن را موافقاً با فرمول حساب میکنیم. یعنی در آ می نویسیم سینوس 2 الفا را میکشویم موافق فرمولا 2 سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا پیدا می شود. یعنی حاصل می شود که به جای سینوس الفا ما گذاشته میتونیم مینوس 0.6 لیکن به جای کوسینوس الفا ما عدد گذاشته نمیتونیم برای اونکه در اینجا داده نشده است. ما میتونیم با واسطه عینیت های تریگونومتری این کوسینوس الفا رو نیز پیدا کنیم. خیلی که معلوم است کوسینوس الفا این برابر است به پلوس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس سینوس کوادرات الفا. از بس که در چارک سیوم کوسینوس الفا عددی منفی می باشد پس ما آن را با علامت مینوس میگیریم. مینوس 1 مینوس سینوس کوادرات الفا می شود. در داخل قوس می نویسیم از سببی در چارک سیوم بودن. از سببی در چارک سیوم واقع بودن. اکنون می نویسیم برابر مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوسی به جای سینوس الفا ما میگذاریم مینوس 0.6 را. مینوس 0.6 در کوادرات و چنین حاصل میکنیم مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوسی مینوس 0.6 را به کوادرات برداشتن 0.36 حاصل می شود. این برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 1 0.36 را هنگامی ترک کردن 0.64 حاصل می شود که جواب آن به 0.8 با مینوس برابر است. پس ما به جای سینوس الفا موافقاً قیمت آن را میگذاریم. به جای کوسینوس الفا باز قیمت موافقاً حاصل کرده آن را گذاشته قیمت سینوس 2 الفا را در این چارک پیدا میکنیم. 2 ضرب مینوس 0.6 و ضرب مینوس 0.8 برابر. اکنون این رو حساب میکنیم. 2 ضرب مینوس رو به مینوس ضرب کردن با ما عددی جمع حاصل می شود 0.48 و 2 رو به 0.148 ضرب کردن با ما 0.196 حاصل می شود که جواب این مثال به حساب می رود. هنگام سینوس الفا به مینوس 0.6 و الفا در چارک سیوم واقع بودن پس سینوس 2 الفا برابر می شود به 0.96. اکنون بیایید همراه مثال ب رو دیده می براییم. در مثال ب چنین آمده است: اگر کوسینوس الفا به 0.3 برابر باشد پس کوسینوس 2 الفا به چی برابر است؟ این رو موافقاً با فرمول
حساب میکنیم. کوسینوس 2 الفا برابر است به کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا. خیلی که از این فرمول موجود معلوم است کوسینوس الفا با مو با 0.3 برابر است لیکن با مو سینوس الفا نیست. یعنی که ما میتونیم این فرمول رو کمتر تغییر دهیم. کوسینوس الفا کوادرات الفا مینوس خیلی که معلوم است عینیت یکمی تریگونومتری رو استفاده میبریم که هنگامی سینوس کوادرات الفا رو جمع نمودن با کوسینوس کوادرات الفا با ما یک حاصل میشود. پس با جای سینوس کوادرات الفا نوشتن ممکن است یک مینوس سینوس کوادرات الفا، یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا. با جای سینوس کوادرات الفا می نویسیم یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا. کوسینوس کوادرات الفا و چنین ifade تریگونومتری رو حاصل کردن ممکن است. مینوس یک مینوس رو با مینوس ضرب کنیم پلوس می حاصل می شود کوسینوس کوادرات الفا یا اینکه 2 کوسینوس کوادرات الفا مینوس یک. اناکنون با جای کوسینوس الفا ما می توانیم علاقه 0.3 رو گذاریم برابر 2 ضرب 0.3 در کوادرات مینوس یک. اناکنون حساب میکنیم 2 ضرب 0.3 رو به درجه 2 برداریم 0.9 حاصل می شود مینوس یک. یا اینکه 2 رو به 0.9 ضرب کنیم 0.18 مینوس یک. از 0.18 عدد یک رو ترک کنیم مینوس 0.82 حاصل می شود که این نتیجه این مثال به حساب می رود. مثال سوم رو دیده می براییم. در مثال سوم طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. برای ساده کردن ifade زیرین ما باید پیش از همه اون سه فرمولایی که همراه شما امروز دیده برآمدیم انا همون فرمولا رو استفاده می بریم. می نویسیم 1 تقسیم 2 ضرب از بس که سینوس 2 الفا ضرب کوسینوس 2 الفا رو به نمود کنج دوچند آوردن در کار است. پس ما این رو نوشته میتونیم 1 تقسیم 2 ضرب سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا تقسیم 1 مینوس 2 سینوس کوادرات الفا با ما کوسینوس 2 الفا رو میدهد. برای چی؟ برای اونکه با جای یک هنگامی سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا رو گذاریم با ما فرمول آرگومنتی کوسینوس دوچنده حاصل می شود. سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا مینوس 2 سینوس کوادرات الفا برابر خاطر رسان میکنیم که صورت رو ما برای چی 1 تقسیم 2 ضرب 2 سینوس الفا ضرب کوسینوس 2 الفا نوشتیم؟ برای اونکه از همین ما آرگومنتش تریگونومتری دوچنده رو حاصل کردن. اناکنون 2 سینوس الفا ضرب کوسینوس 2 الفا با ما سینوس 2 الفا رو میدهد. یعنی 1 تقسیم 2 سینوس 2 الفا تقسیم کوسینوس کوادرات الفا رو می نویسیم و سینوس کوادرات الفا مینوس 2 سینوس کوادرات الفا با ما مینوس سینوس کوادرات الفا رو می دهد. 1 تقسیم 2 ضرب سینوس 2 الفا تقسیم کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا با ما کوسینوس 2 الفا رو می دهد. 1 تقسیم 2 رو همچون کوفیشیانت در پیش کسر نوشته ایستاده. سینوس 2 الفا رو با کوسینوس 2 الفا هنگامی تقسیم کردن تانگنس 2 الفا رو حاصل میکنیم که این جوابی مثال سوم به حساب می رود. خوانندگان عزیز اناکنون مثال های زیرین را دیده می براییم. در مثال چهارم چنین آمده است اگر تانگنس الفا با 1 تقسیم 2 برابر باشد پس تانگنس 2 الفا به چی برابر می شود؟ یا خود تانگنس 2 الفا را حساب کنید. در مثال پنجم با واسطه فرمول یا با طرز راسیونالی قیمت ifade ها رو یابید. در مثال ششم باشد باید اثبات کرد که کوسینوس درجه 4 الفا مینوس سینوس در درجه 4 الفا برابر کوسینوس 2 الفا است. شروع میکنیم از حل مثال چهارم. یعنی حل میکنیم. حل در مثال چهارم آمده است تانگنس الفا اگر با 1 تقسیم 2 یعنی که به نصف برابر باشد آنگاه تانگنس 2 الفا به چی برابر می شود؟ تانگنس 2 الفا را موافق فرمول آرگومنتش دوچنده چنین می نویسیم 2 تانگنس الفا تقسیم 1 مینوس تانگنس کوادرات الفا برابر. اناکنون با جای تانگنس الفا موافقا قیمت آن 1 تقسیم 2 را میگذاریم. 2 ضرب 1 تقسیم 2
تقسیم یک مینوس یک تقسیم دو در کوادرات. در نتیجه دو با دو اختصار می شود، یک حاصل می شود. یک مینوسی یک تقسیم دو رو به کوادرات برداشتن یک تقسیم 4 حاصل می شود. یک تقسیمی از یک تقسیم 4 را هنگامی ترک کردن به ما 3 تقسیم 4 حاصل می شود که این برابر است به 4 رو به بالا می برداریم و با یک هنگامی ضرب کردن 4 تقسیم 3 حاصل می شود که این برابر است به 1/1 تقسیم 3. یعنی این نتیجه آخرانی مثال چهارم به حساب می رود. اکنون شروع می کنیم برای حل مثال پنجم. در مثال پنجم آمده است که 2 سینوس پی تقسیم 8 ضرب کوسینوس پی تقسیم 8 به چی برابر می شود؟ یعنی ما در اول درس گفته بودیم که سینوس 2 الفا این به 2 سینوس الفا ضرب کوسینوس 2 الفا برابر، یعنی که عینیتا آنها برابر، یعنی طرف راست به طرف چپ و طرف چپ به طرف راست برابر است. عیناً همین طور همین گونه مثال نوشته شده است. ما میتونیم طرف راست رو به طرف چپ نیز تبدیل دهیم. یعنی در همین جا می نویسیم سینوسی در قوس 2 ضرب پی تقسیم 8 این برابر است به 1 و 4 اختصار میکنیم سینوسی پی تقسیم 4. اکنون قیمت سینوسی پی تقسیم 4 رو موافقاً از روی جدول میبینیم و حساب میکنیم. نتیجه آن به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر است. اکنون در مثال ب باشد چنین مثال آمده است ب کوسینوس کوادرات 15 گرادوس مینوس سینوس کوادرات 15 گرادوس. موافق فرمول аргумент دوچنده ما میتونیم این گونه ifade رو ساده کرده بعد قیمت عددی آن رو یابیم. کوسینوسی 2 ضرب 15 گرادوس می نویسیم. به جای الفا به ما 15 گرادوس داده شده است و کوسینوسی 2 رو به 15 هنگامی ضرب کردن 30 حاصل می شود 30 گرادوس. اکنون کوسینوس 30 گرادوس رو موافقاً از روی جدول قیمت های تریگونومتری وقتی که می بینیم قیمت عددی این گونه مثال کوسینوس 30 گرادوس به ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 برابر می شود که این نتیجه آخرانی این مثال پنجمی به حساب می رود. اکنون شروع میکنیم به حل مثال 6. در حل مثال 6 چنین آمده است اثبات کنید که ifade چپ به ifade راست برابر است. باید اثبات کرد که کوسینوس در درجه 4 الفا مینوس سینوس در درجه 4 الفا برابر است به کوسینوس 2 الفا. اثبات کوسینوس در درجه 4 الفا مینوس سینوس درجه 4 الفا برابر است با کوسینوس 2 الفا. پیش از همه ما باید طرف چپ برابری رو تبدیل دهیم که تا اندمی که طرف راست آن حاصل شود. خیلی که معلوم است موافق فرمول ضریب مختصر کوسینوس در درجه 4 مینوس سینوس در درجه 4 رو از روی فرمول ضریب مختصر به دو ضرب کننده ها جدا میکنیم. برای چی؟ برای اینکه یکی از ضرب شونده و فرمول аргумент از دوچنده رو میدهد و ضرب شونده دیگر باشد عینیت اساسی تریگونومتری رو میدهد. نوشتن ممکن است کوسینوس کوادرات الفا در کوادرات مینوس سینوس کوادرات الفا در کوادرات این برابر است با موافق فرمول ضریب مختصر کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا ضربی با داخل قوس دیگر کوسینوس کوادرات الفا جمع سینوس کوادرات الفا. خیلی که از این ifade معلوم گردید با ما با استفاده بری عینیت تریگونومتری یکم به جای این ifade یک رو میگذاریم و به جای این ifade باشد هنگام کوسینوس 2 الفا را گذاشتن ifade کوسینوس 2 الفا حاصل می شود. کوسینوس 2 الفا ضرب 1 این با کوسینوس 2 الفا برابر است که طلب کرده شده بود که این ifade رو ما باید اثبات کنیم. یعنی در جواب اثبات کرده شد گفته قید می نماییم. خوانندگان عزیز اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه برای شما کاری مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در اینجا 3 سپارش داده شده است. در سپارش اول گفته می شود با یاری فرمول های جمع قیمت عددی این ifade رو حساب کنید و در سپارش دوم باشد اگر سینوس الفا جمع پی تقسیم 6 رو باید یافتن در کار لازم باشد اگر کوسینوس الفا به مینوس 3 تقسیم 5 بوده الفا کلون از پی و خورد از 3 پی تقسیم 2 می باشد قیمت این ifade رو باید یافت.
و در سپورت سیم باشد ifade زیرین رو باید اثبات کرد که طرف چپ به طرف راست برابر است. با همین موضوع امروزی ما به آخر رسید. خیر تا درس آینده.